حدیث قدسی مذمت تفسیر برای تشبیه و قیاس. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خدای متعال فرموده است کسی که سخن مرا طبق رأی و نظر خودش تفسیر کند، یعنی تفسیر برای، به من ایمان نیاورده است، و کسی که مرا با آفریده هایم تشبیه کند مرا نشناخته است، و کسی که در دین من قیاس را به کار گیرد بر دین و آیین من نیست. بهارالانوار جلد دوم صفحه 297.